با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. امروز یک چند تا کلمه نو براتون نشر کردم که حالا براتون میخونم معنیشه. یکیش که از هوودورک یعنی سردرد خواه. و اگر بخوای بگی که من سرم درد میکنه میگی یه هار هوودورک. و دومیش که از اونتی ماگن دل درد. و اگر بگی دلم درد میکنه میگه یه هار اونتی ماگن. مثلا میگیرنم که هست یعنی همون میگیرنم سردردی خیلی شدید که هستش. یا یه هار میگیرن مثلا میگیرن دارم. زخم دیگهش که از زخم معده ماکسور. ماک کتر هم میشه وقتی که معده آدم که آماس که میکنه یا ورم معده. اپیلپسی هم که هست میرگی میشه و کرمپ هم که هست تشنج میشه. و یکی گرفتگی عضلات هم میشه کرمپ. گرفتگی عضلات هم میشه. و یت انفکت سکته قلبی و شل کرمپ که است. اگه بخوایم فقط شل کرمپ معنی کنیم یعنی گرفتگی رگ ها میشه. ولی خب اینجا مناشر کردم رو گرفتگی رگ های قلبی، ولی بیشتر معنیش گرفتگی رگ ها میشه. یعنی انفارکت که سکته مغزی است و یعنی سکاکنی که از این ضربه مغزیه. فقط در وقتی که مناشر کردم یکم پسیفه شده. دیگه یعنی تفت که است یعنی شستشوی مغزی. یعنی بلوت میگم که میشه خونریزی مغزی. خودتون عزیز براتون آرزوی موفقیت میکنم. منتظر کلیپای نو ما باشین. فقط همین که یادتون نره که حتما سابسکرایب بکنین. این برای من است که هر وقت که ما کدوم ویدیو چیز نو که ماندم باز برای شما یک پیام میه. و شما میتونین که سریعا مثلا همون چیزایی که کلیپای نو که جور میکنم باز براتون پیام میه میتونین به این ببینید. فقط هم یک دونه ما یوتیوب کانال دیگه هم داشتم که اگه یادتون باشه آموزش سویدنی با حبیب که بودک می او را، ولی خود کانالی که داشتم بسته شده و به خاطر می از نو جور کردم و میتونین که با دوستانتون به اشتراک بمانین. و اگر که کدام خواسته هایی داشته باشین باز میتونین که در خود چی نوشته بکنین، خود کامنت نوشته کنین. باز من شاید نتونم براتون مثلا جواب کامنتتون زود بتونم، ولی خب به هر حال باز میتونم که بنا به خواسته هایی که دارین میتونم که براتون یک کلیپ جور کنم و در یوتیوب بانم و شما میتونین ببینید و لذت ببرین. و تشکر از اینکه این فیلم یا کلیپ سعی میکنین. ما هم سعی میکنم تا جایی که بتونم بهتر شم. تشکر. خداحافظ شما.